زنهای نمازخوان کم است، بی نهایت کم است. هزارها افسوس که بعض از برادرهای نمازخوان ما شکایت میکنن که با این زنی بی نماز چی کار کنیم؟ 5 سال شد، 10 سال شد، صبر داریم، تعلیم میدهیم، سخن ما نمیگذرد. زن ما نماز نمیخواند، هرچند حرکت میکنیم گاه میخواند گاه نمیخواند، مرا بیند میخواند مرا نبیند نمیخواند. افسوس که این گونه زنها، چندین زنها را جنازه کردیم، جوان دختر هم بود، میان ساله هم بود، یکی وقتی میپرسیم در وقت دوره کردن نماز میخوان؟ نه، نماز نمیخوان. پس برای آدمی که نماز نخواند، وقتی که فرق در بین مسلمان و کافر نماز که باشد، پس دوره ملا و جنازه ملا و ختم ملا و این خیر احسان 1 ساله برای او چی فایده داشته باشد؟ چی فایده داشته باشد؟ وقتی که نماز بی نماز از